همین جایی که ایستاده بودم و فکر من اینجا اونجا کدو برای چی؟ برای زندگی برادر مهنت میکنی که زندگی را پیشتر بره، زندگی را خوبتر کنی. تو همین سودا میکنی که یک چی اون سوزه را بیاری. شما یکی از اون افراد هستید که در روسیه موفق نشدید اومدید با تجارت کدو. ما برادر دو بار راسته رفتیم. یک بار سال 2007 یک بار سال 2012. وقتی برادر هیچ که در اون کسی رفته که در روسیه که تعریف نکنه. همین که مهنت میکنه در روسیه در اینجا مهنت کنه اون راسته در ستر میوه. اون راسته در 100 بار بهتره که در پیش زمان فرزند اقام بوده. درباره همین کدو تو بگه چقدر درآمد داره، چقدر زمین داره؟ برادر ما یک هکتار زمین داریم. خیلی درآمد خیلی داریم. اول که راسته دورو زمین کنی بودی بعد درآمد کنی کنی خیلی خدا را شکر میشود. این راسته زمین برو وارد درآمد داریم از خدا را شکر. میشود درآمد 3-4 هزار 5,000 تومان. خیلی زمین الان ما اطلاع برای شدیر خدا هم ما زندگیمون ایروی همیه. خانگی هم از روی کدو. بله برادر. همین یک هکتار زمین چند دانه کدو گرفتید؟ یک هکتار زمین برادر 5 تا 7,000 تومان میشه. یک دانه کدو را چقدر میفروشید؟ یک سم تو 8 سم 10 سم 700. این کدویی که اینجا میبینیم حجما کلان هستن و شاید کیلوشون هم فرق کنه از اون کدو. اینو چند نرخ چقدر؟ یا برادر همه که پیش یعنی کدویی که 15 کیلو 18 تا 20 کیلو را میبره برادر همون را پیش تو 18 سم 20 سم میفروشیم. که کیلوش 1 سم میاد و 8 درم 1 سم. کیو هست خریدار شما؟ خریدار برادر هم هست. یوش میاد تا گنرال من میکنه اینجا برادر. تا گنرال اینجا من میکنه. همه هست که که هست همه اینا بودم هست. شیطوری ها هستم، هندوستانی ها هستم همه میلاد هستم. روس هستم، همه خیلی بیست و 27 ساله. چه خیلی تجارت آنازه کدو فروشی؟ سازه؟ چند کدو آورده؟ 1000 تا. 1000 تا. درآمد چه خیلی است؟ 2000 تا. چه خیلی یعنی خانواده‌تون رو تامین کرده میتونه؟ دانه‌شو چند سو میفروشه؟ 3 تومن 4 تومن 5 تومن 6 تومن. شما بر روسیه نرفتید؟ برای چی؟ یعنی که اینجا همکارتون رو پیدا کردید. چقدر از پایدتون؟ خیلی میشه چه می‌ریزی هر خدا 500 600 یعنی که هر روز درآمد داره؟ همیشه چه می‌ریزی یک ساله درآمدتون چقدر است؟ یا سال دارم خیلی میشه یا 1000 در خانواده‌تون چند نفر هستند زندگی؟ 10 نفر هستید. اونا زندگیشون از چی پیش میبرن؟ یعنی از کدو تجارت. چقدر زمین دارید شما؟ 3 هکتار. چقدر کدو میگیرید شما از این 3 هکتار؟ همین کدوهای شما رو در همین رو کی میخره بیشتر؟ یعنی سعادت خوبه. پدر مادرتون هم از پشت همین کدوهای فروخته خودت زندگی میکنن؟ بله. در خونه‌تون پدر مادرتون با علاوه به کدو پروری چی کار میکنن؟ همیدون پروری و سبزن. شما گفتید که پرورش کدوتون خوب است، مثلا 3 هکتار زمین دارید. آب مشکل است چقدر است؟ مشکل بله. شما این بعد از کجا آب یاری میکنید؟ آب
از این کدو بازار زیاد استفاده میکنه. یو آها اوزی اگه کدو میگیره کدو میگیریم. آها شما زیاد کدو استعمال میکنید؟ نه باید زیاد کدو استعمال میکنید؟ کدو آها یعنی فایده داره. اوزی چند کدو میخرید؟ یک دونه بخرم. یک دونه برای چی یک دونه؟ برای سوسته میخریم چند 5 روز 6 روز. آها یک کلونش میگیریم 5 6 روز خودش میبریم. درسته. واقعی گو بیاین